چالشی 5 طبقه‌ای است که شخصی به نام جمال باید این 5 طبقه به سلامتی عبور کنه تا برنده $250,000 پول بشه. سلام عزیزان، یه بار دیگه به کانال خودتون مسعود دوبلاژر خوش اومدید. این کانال یک سری از ویدیوهای مستر بیست رو براتون دوبله و آماده میکنه و این بار یکی دیگر از ویدیوهای مستر بیست که جدیداً منتشر کرده اون رو براتون دوبله و آماده کردیم. این دوبله نسبت به دوبله های دیگر متفاوت خواهد بود، به این صورت که این دوبله به زبانهای کردی، ترکی و فارسی براتون دوبله شده است. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرید. بریم با همین دوبله زیبا رو ببینیم. حتما در پایان ویدیو لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حالا من این تایم 10 دقیقه رو شروع میکنم. زمانی که شخصیت من بعد از تایم به اتاق سفی آخرین مرحله برسه، جعبه پر از پول او به مبلغ $250,000 منفجر میشه. تنها مردی میتواند جلوی این انفجار را بگیرد این مرد در ژاکت سفید است. این ویدیو کاملا واقعی است. متوجه خواهید شد که این 10 دقیقه واقعی است و هیچ برشی تو فیلم نیست. اگر جلال از ژاکت سفید خود بیرون نیاد و از این 5 مرحله عبور نکنه، بعد اینکه تایم صفر شود و دکمه را فشار دهد، پولش منفجر می شود. داره میاد پایین و این لحظه اولین عکس در زمان واقعی ماست. گت زلمین بیا بریم سریع درو باز کن، عجله کن، صبر görüm. نه به صورت او لباس çıkarttı aynında. برام مهم نیست. مرحله دوم 2 برابر سخت‌تر از این مرحله است. ای خوای من امد چه بلای قوت سرم. قرآن یه اوتا چکسم. bu ne işte آخه. برای فرار از این قفسه فلزی، کلیدی که روی سطح زمین را گذاشتم را استفاده کن و سریع در رو باز کن و سریع بیا بیرون. سریع زود باش. با یک ابزار هم میتونست این قفل رو باز کنه. باید این پین های قفل رو همتراز هم کنه تا در باز شه. برای اینکه براتون ثابت کنیم این ویدیو 100% واقعی است، از همین الان در گوشه از ویدیوی کامل ویدیو بدون شکست جلال را در گوشه خواهید دید. 1 دقیقه از زمانش گذشته است، در حالی که در اتاق یک یاد داشته باشی که او باید این 5 طبقه رو شکست داد و به موقع دکمه رو فشار دهد تا $250,000 منفجر نشود. جلال من تو استرام واد بیزره تزو. هی مک صبر کن، ببین قفل رو داره باز میکنه. سن نظری حالا خوش تو؟ آره خیلی خوب پیش میره، ولی نمیدونه که مرحله بعد از این مرحله سخت‌تره. برو پایین جلال، سریع باش، یک کم سریع باش. چیکار میکنی؟ عجله کن. داره میره پایین. دو اتاق چسب رسید. دو اتاق شماره 4 خوش اومدی. طبقه 4 رو دیده. حالا تو طبقه 4 هستیم. خب burada نه اش görecek. روی تمام سطح زمین رو چسب ریختم. یا باید مثل میمون بپره یا روی سطح چسب قدم بذاره و توصیه من بهش اینه که روی چسب قدم نذاره. Bu yolu میمون yoluna gelsen 100% cevap alarsan. عجله ایله. 2 دقیقه از زمانت گذشته، یک کم سریع باش. بیزاره تز ol جلال، سرعت oldu. وای دقیقا میچرخی، وایسا دیگه، مگه کرم داری؟ اگر بیفتی روی چسب میگیرتت و ولت نمیکنه. بهترین چسب آوردم برات. بگده 2 دقیقه از زمان گذشته، سریع باش. هی رفت او در حال دور زدن و تاب خوردن در خودش است و یک بار هم زمین رو لمس نکرده. خانه خودش رو به در خروجی رساند. ای هوا چه سخت و نازک میبری و او در حال بلند کردن در پوش است و میخواد وارد دیوانه‌ترین اتاق شود. ما را ببرید پایین. سن الله جیمیا با وای دقیقاً زور هیلکومنی. و جلال در حال تلاش است تناب را گرفته و به طرف پایین میاد و به اتاق سوم میرسه که با یک گلوله سنگ غول‌پیکر روبرو میشه. جب زنم با من زور راحته. من شعر کردم. این 2 تناب مانع از پایین آمدن توپ سنگ غول‌پیکر به سطح شیبدار و یک چاقوی بزرگ اونجا گذاشتم و اینو بهت بگم، برای خارج شدن از این اتاق به اون نیاز داری. گرک من تنابیره لطکم. اون 2 تا تناب قطع کن، زمان شما در حال پایان یافتن است. در ویدیوهای ما وقتی کار به کندی انجام می شود ما هم ویدیو را قطع می کنیم، ولی با این ویدیو ما زندگی می کنیم و به معنای واقعی ما نمیتونیم آن را قطع کنیم. لطیکه از فیلم کن جیمز بند چه؟ ما 7 دقیقه زمان داریم. او تقریبا از اولین تناب از 2 تناب عبور کرده. به علت زخیم بودن تناب زمان زیادی ازش گرفته. او زمان زیادی برای این موضوع تلف کرده است. هم چاقو زور اذیت کنه تنش چاقو لزنجم بریم. باید عجله کنی، کمتر از 7 دقیقه باقی مانده است تا $250,000 منفجر شه. جیمی جلال حالا تناب قتلیه قتول جیمی قرار ده burada نه اتفاق شه. وقتی تناب را قطع کرد یه اتفاق دیوان کننده در راهه. هی جلال به نظر اتفاق بعد بریدن تناب چیه؟ خب من فهمیدم، هنوز جلال تو شوکه. میگن بریدن سوشام تناب قتل سن اتفاق شده. خب قرار این توپ سنگ به بیرون پرت بشه. تمام کاری که میخوای انجام بدی بهم بگو مک. یاقچه وقتی تناب را قطع میکنه آن رو نگه میداره. یاقچه داداش فقط بویدو هیچ راه کنیه که منم $250,000 رو امتلا بده دستنم. جلال خیلی سریع عمل کن، کند نباش. همانطور که به شما گفتم این زمان واقعا واقعی است و کیک نیست و تو داری همه چی رو میبینی. گره جلال 1 دقیقه زمانینا تناب کسمقه گرده. وای گن کمکم که
زود باش قطع کن داداش زود باش. حالا تزو یک تناب تز قتلی هستن تزو. ای خواه پیغمبر کمکم کن. او خدای من در حال بریدن آخرین تناب است. حالا توپ سنگی را. امیدوارم تا اینجا از دوبله من که به صورت کردی، ترکی و فارسی بوده لذت کافی رو برده باشید. حتما لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بریم که ادامه این دوبله رو ببینیم. صد شیبتار به سمت پایین هول بده. بنابراین بیاین توپ سنگ نگاه کنید که قرار است gökyüzünde باخرا میلسنه. ادامه بده. bu ne مگه؟ خب جلال اون تناب بالای سرتو بگیر و به قفل جلوی شلوارت وصل کن و 100% مطمئن شوی که وصلی. و قرار ده نهش کره الان. حالا بپر پایین تا لبه بیرون پنجره بیا و بچرخ. نگاه کن چی توت؟ الان اشه بازم جیمی؟ خدای من داره میپره. او قرار ده نهش کره. به سمت راست خود بروید، به سمت راست خود بروید. او گارد پریدن گرفته. حالا وقتشه بپری. وای شقم به. دفتر بیچاره گوته gitti و او دقیقا 5 دقیقه فرصت داره. جرثقیل رو نگه دار مردک چوپون، نگه دار. مگه نمیشنوی کری؟ مردک چوپون نگه دار. الال باید از بین این لیزرها عبور کنی. باید از بین این لیزرها و پیچ و خمی که داره عبور کنه. اگر بهشم برخورد کنه باعث از بین رفتن 250,000 دلارش میشه. اما چه کشک اما یکی اما دوان. میخوام در مورد شریک جدیدم ته موبایل حرف بزنم. مک ته موبایل میشناسی؟ هن تانیرم. ته موبایل نگاه کن الان گسترش جهانی داره. نقشه رو دیدی؟ هیا جیمی باک بیشتر سر لیزر لعن آراسنا رد دلباخ. میدونستی ته موبایل ویژگی‌های منحصر به فردی داره که دیگر اپراتورها ندارن؟ هیا اشت میشتم در مورد ته موبایل. یه ویژگی به نام سرخابی داره. خب سرخاب نمده. خب الان بهت میگم اگه تو ته موبایل رو نصب کنیم امتیازات یک مشتری وی آی پی رو براتون فعال میکنیم. مثلا هتل با تخفیف، فای رایگان تو هواپیما و یک سری اتاقای وی آی پی. استرس منو گرفته ته موبایل. شرمنده سایر امکاناتی که قرار بود بهشون بگم یادم رفت. این همه امکانات از ته موبایل در دسترس خواهد بود در حالی که جلال قرار داخل آب بپرد و برای خرید ته موبایل میتوانید از بارکدی که در بالا برایتون نمایش میگذارم برای خرید استفاده کنید. قطعا پشیمان نخواهید شد. همین حال رو امتحان کنید. اوه نگاه کن اون داخل آبه. من خوشحالم. بسیار خوب این از آخرین مرحله و باید 4 دریچه را در این مرحله باز کند و اجازه بده که تمام آب تخلیه شه و در نهایت از درب جلو فرار کنی و کلید رو بزنی تا پول خودت رو نجات دهی. هم دریچه را با دور خواهی بکرین ما زلال اونو بلیدیم جای کنو دولاندراسن دیگه بسه. راهنمایی بسه. ببینیم لیاقت 250,000 دلار داره یا نه. هم تشته و سفر من و دور خواهی بگرینم و ماسه که دستگیره اخشور رو تو تربه و دولاندر دور دومزن حرکت داشته یا نه. جلال ایشون düz. در حالی که جلال به کارش ادامه میده من میخوام از مک بپرسم نظرش در مورد این شکلات‌های فستیبل چیه. منم sevdiğim şokolatlarımdı. Çok yeməlidir. دارم میبینم که جلال با قدرت به کارش ادامه میده. هی جلال اینو ول کن برو دنبال این یکی. yalan değil sözüne kulak asma. Eli onu انجام ver. بچه از تایممون چقدر مونده؟ کمتر از 3 دقیقه. سرعت اشاری فقط 30 ثانیه از زمان هدر داده. وای فرمون بریم جلو 100 دقیقه برنده 250,000 دلار میشی. یه نفس بگیر برو بعدی. ای مک تو اینجا وای نستا بیا برو اون ور ببین از اون آب میاد یا نه. هر وقت آب اومد بهم بگو. bundan da su geldi. آفرین جلال sen kimsen da. آفرین جلال برو سراغ اون یکی تلاش کن بسیار تلاش کن. اون یکی اونجاست. برو. اوه خدای من فقط 2 تا سرپیچ مونده. او داره خوب پیش میره. راهشو به سمت سرپیچ دیگه کج کرد. گس اون altına. او داره به سرعت میاد پایین. نمیتونم تصور کنم که چقدر خسته شده. ایدا اما زور کشه اسمینی نبود کر. زمان به سرعت پیش میره. او کمتر از 2 دقیقه و 10 ثانیه وقت داره خودش به کلید برسونه تا 250,000 دلارشو از دست نده. جیمی gördün dedim Celal'ın işi düzdü. تو ویدیوهامون ویراش و برش انجام میدهیم ولی این خیلی واقعیه. هرچی اتفاق میفته این واقعیه. کمتر از 2 دقیقه مونده. Hey Celal 2 دقیقeden az vaktim var. Bizlere tez ol acele eyle. Bölülerden de su geldi. Ye dobisine. فقط یه دونه مونده تموم بشه از این 4 تا. بسیار عالی. حالا این هستن جلال. اینو باز میکنه میره کلیدو میزنه. فقط کمتر از 1 دقیقه و 50 ثانیه مونده. من جلال görmürəm hardadır Jimmy sen görürsən. آره اینجاست. یکم برو عقب تا خیس نشی. زود باش دیگه جلال چیکار میکنی وقتت تموم میشه. اما دوچار کشه بو مشکلیه نتوام چکی کم. مک من تو ویدیوها به تو نیازم به حرفم گوش کن. یاقچı وقتی اون منفجر شد تو باید بری پشت اون قایم بشی. یاقچı gözüm üstte. آفرین. جیمی اما بابا از نوت چیت کردیه چی بالای کاوری استری. حجم آب زیاده باید یک کم خالی بشه. آره
چیکار میکنه؟ بسیار تلاش کن، قرار نیست تو برنده بشین و بدون. منم ناامید شدم. از جیمی وایه بوتم الان پیت نشان دم ده دوام با کتر روی جیمی کم کم. آفرین جیمی sen utacaksan maşallah. Ele onu fermanla git kabak ve buruştur 100% asılacak telaş eyle naamid olma. 100% او 250,000 پاره این منم من هیچ وقت تراش دست بر ندم و اول و آخرم که هرچی و من پیروزه وم مطمئن و دارم نسبت به پیروزی این در این مسابقه ناامید میشم. آخرین ماسمسا که باز کردی جلال دیدی گفتم میتونی. حالا یک کم سریعتر زود باش در رو باز کن زود باش سریع زود باش تزول 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 تزول. حالا آب اومد بیرون الان خودت هم از اونجا مثل ماهی بلغز بیرون و بیا برو سریع اون دکمه رو فشار بده تا برنده شی. زود باش لعنتی زود باش جلال فرار کن فرار کن قاش کینن تزول قاش. آفرین آفرین. اون 19 ثانیه به پایین برنده شد و ما پولا رو از جلوی TNT برداشتیم. حالا جلال یه سوال تو میخوای با این مبلغ پول چیکار کنیم؟ از من دالکه مکم واو. در پایان ساختمون رو منفجر کرده چون ویدیو 10 دقیقه است در 10 دقیقه تموم کنیم. خداحافظ بای.